بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما وحید الله است. ما یکی از باشندگان شهر مزار شریف هستم. ما بسیار مریض شده، ناوقت شب است. بسیار مریضی پیدا کردیم، حتی گپ زد نمیتونم، نفس گلونم و بینیم، سرم کلا مریض شدیم. وضعیت امنیتی هم خوب نیست، شرایط امنیتی بسیار ضیق و دشوار است. ما به این سن کم و به این جوانی واقعیت که به مشکلات بسیار سخت دست و پنجه نرم میکنم. ما از مقامات امارت اسلامی افغانستان میخواهم که با ما در زمینه مشکلات اقتصادی و مشکلات و مراقبت صحی با ما همکاری نموده ممنون سازند. ما فعلا مریض هستم و پیسه ندارم که نزد دکتر مراجعه کنم و یک دوا برای خودم خریداری کنم. فعلا بسیار مریض هستم و گپ زدم نمیتونم. ناوقت شب است و در این تاریکی شب ما ویدیو ثبت میکنم و این از طریق اینترنت شبانه از طرف شب که اینترنت ارزانتر می باشه. ما از طرف شب از اینترنت استفاده میکنم و با می استفاده از همین موقع شب ما ویدیو را در یوتیوب به اشتراک میگذارم. فعلا ما بسیار مریض هستم و چند روز شد که بسیار شدید مریض هستم و پیسه هم ندارم که نزد دکتر مراجعه کنم و دوای برای خودم خریداری کنم و بر علاوه مریضی گرسنگی هم بسیار است. مواد غذایی در اختیار من قرار ندارد و شرایط امنیتی هم بسیار دشوار است. حادثه دلخراش را که در هرات اتفاق افتاد شب 28 اسد، ما این حادثه را هم از طریق یوتیوب و اینترنت دنبال کردم و واقعیت که تعداد از هم شهریان هرات یا هموطنان ما که در هرات بودند، اینها داخل یک بس مسافربری آتش گرفتن و آنجا کلا بدنشان سوخت و حریق شدن. یعنی به می مثال که دیده شود شرایط امنیتی ما درک میشه که وخامت شرایط امنیتی بسیار دردناک و عذاب دهنده است. واقعیت شبها نمیخوابم و از ترس شکنجه، آتش گرفتن و خوف و هراس بیدار می باشم و این ویدیو را هم در این موقع شب تهیه و ثبت میکنم و در یوتیوب به اشتراک میگذارم تا ای که اگر مقامات امارت اسلامی به ویدیوی ما دسترسی پیدا کردن، آنها در زمینه مشکلات اقتصادی، مواد خوراکی و مراقبت صحی با ما همکاری نموده ممنون سازند. واقعیت هم که شرایط امنیتی بسیار دشوار و بسیار ضیق است. شبها از ترس و خوف و هراس خواب به چشمانم نمی آید و فی الحال هم 1 یا 2 بجه شب است و من هنوز بیدار هستم و ویدیویی را تهیه و ثبت میکنم و در استفاده از همین موقع شب من
این ویدیو را در یوتیوب به اشتراک میگذارم، با ای که از این ویدیو فهمیده می شود که ما واقعا گلونم هم گرفتگی دارد و بینیم هم گرفتگی دارد و سینه هم گرفتگی دارد، سرم هم درد می کند و متاسفانه که به درستی گپ زده نمی توانم. من باز هم از مقامات امارت اسلامی افغانستان می خواهم که از روی ترحم و دلسوزی و از روی ترحم به اتباع این دولت و کسانی که در سایه و یا تحت حاکمیت امارت اسلامی افغانستان زندگی میکنیم، از روی این زاویه و نگاه به ما از روی ترحم و دلسوزی با ما در زمینه مشکلات امنیتی همکاری نموده ممنون سازند. واقعیت امر همین است که شرایط امنیتی بسیار دشوار و ضیق است و مشکلات اقتصادی فراوان سر راه هم است. حتی ای که ما پیسه دوا یا امی ادویه پرستامول یا یک شربت یا یک پیچکاری سیرومی همه قدر امکانات در نزدم و در اختیارم قرار نگرفته که من نزد دکتر مراجعه کنم و مراقبت صحی صورت بگیرد از من. و بر علاوه ناوقت شب است، 1 یا 2 بجه شب است و من هنوز بیدارم و با استفاده از همین موقع شب من از اینترنت ارزان استفاده میکنم و کوشش میکنم که ویدیویی را تهیه کنم و در یوتیوب به اشتراک بگذارم تا ای که با من همکاری صورت بگیرد. باز هم از مقامات امارت اسلامی افغانستان تقاضای همکاری می نمایم که با ما فریبکاری و یا دورنگی و یا نیرنگ و فریبکاری و چال بازی صورت نبگیرد و آنچه که مقامات امارت اسلامی و حکومت و دولت امارت اسلامی لازم می‌بیند همان برای ما انجام بگیرد و در این راستا با ما فریبکاری نبشود و یا آنچه که مقامات امارت اسلامی در نظر میگیرد آن نقض بشود و بجای آن یک اوامر ناپسندیده و نابجای و شکنجه و خوف و هراس برای ما انجام نگیرد، بلکه صداقت رعایت شود و در تعقیب اوامر رهبر امارت اسلامی افغانستان ملا هیبت الله آخوندزاده و متبقی بزرگان امارت اسلامی افغانستان که از روی ترحم و دلسوزی هم بر اتباع امارت اسلامی افغانستان ناروا نمی دارند و در فکر تخریب و
زیان و ضرر اتباع امارت اسلامی افغانستان نبودند. بنابراین بر متباقی قوماندانان و والیان و متباقی افراد حکومتی امارت اسلامی افغانستان باید که صداقت را در نظر بگیرند و از روی صداقت به تعقیب اوامر بزرگان و رهبر امارت اسلامی باشند و مسلماً که بزرگان و رهبر امارت اسلامی در فکر بهبودی و در فکر رفاه و آسودگی اتباع امارت اسلامی هستند. اما متاسفانه که یک تعداد افرادی که در حکومت جای به جای شده اند، در بعض مقامات این افراد فریبکاری میکنند و صداقت را در نظر نگرفته اند و به خاطر همین یک تعداد افراد مخرب ما مشکلات فراوان مواجه هستیم. مثلا فعلا من به مراقبت صحی ضرورت دارم، به یک مقدار ادویه مثل سیروم، پیچکاری، مثل شربت یا یک تابلت، اما متاسفانه که در نزد من و در اختیار من قرار ندارد و همچنان به کمبود مواد خوراکی و مشکلات مسکن و سرپناه مواجه می باشم. خواهشمندم که مقامات امارت اسلامی در زمینه مرا همکاری نموده ممنون سازند.